برنامه‌های استعدادیابی تلویزیون در چند سال اخیر مخاطبین زیادی یافته و بسیاری از هنرمندان جوان از این طریق توانستند توانایی خود را در سطح وسیعی به نمایش بگذارند. به عنوان مثال با پخش برنامه عصر جدید، هنرمند گمنامی همچون شروین حاجی‌پور برای اولین بار هنر خوانندگی خود را به گوش میلیون‌ها نفر رساند. شروین بعداً در کوران اعتراضات و با خلاقیت و نبوغ خود قطعه برایه را خواند که شهرتی جهانی برایش به همراه آورد و جایزه گرمی را نصیبش ساخت. Tonight I am honored to announce the first winner of the Recording Academy's Best Song for Social Change to Shervin Hajipour, an Iranian singer-songwriter, for his stirring song Baroye. Congratulations, Shervin, and thank you for your song. اما باید این واقعیت رو هم در نظر داشت که برنامه‌های استعدادیابی به همان اندازه که فرصت خوبی برای معرفی هنرمندان با استعداد و خوششانس است، می‌تواند با وجود توانایی خاص شما شهرت و موفقیتی نصیبتان نکند. اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه ظلم، تو ببین باز چه جوری با این همه قول و قرار من نشستم. در حقیقت این فقط یک دکان تلویزیونی است که چند سلبریتی مشهور آن را اداره می کنند و با اتکا به 3 رکن سلیقه داوران و رأی تماشاگران و شانس، کبوتر اقبال را روی شانه یک یا چند نفر می نشانند. اما نکته بحث برانگیز دیگر درباره مسابقات استعدادیابی برد و باخت شما نیست، بلکه تأثیر سلیقه و نظر داوران در شکل گیری سلیقه میلیون ها مخاطب است که اهمیت بیشتری دارد. به این صورت که گاهی داوران برای جذابیت بخشیدن به یک شوی تلویزیونی با اظهاراتی که فاقد ارزش فرهنگی، حرفه‌ای و گاه اخلاقی است، ذائقه طیف وسیعی از مخاطبین را دگرگون می‌کنند. دیگه الان لوری می‌خونی دیگه؟ بله. برو بریم. مثلا در بعضی از برنامه‌ها گروه داوران به هنرمندان شهرستانی که از اقوام مختلف همچون گیلک و لور و بلوچ و کرد و عرب با زبان و لهجه‌ای غیر فارسی به اجرای برنامه می‌پردازند، با نظر تحقیرآمیز نگاه کرده و نظراتی درباره لهجه یا ظاهر آنها مطرح می‌کنند که در نهایت بر روی اندیشه و سلیقه مخاطب عام اثر گذاشته و به او می‌قبولانند که هنرمند حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای بر اساس قدرت تسلط بر زبان فارسی و حذف لهجه‌های محلی امتیاز می‌گیرد. این ماجرا این نیستش که تو حالا از اونجا کندی اومدی اینجا یه دفعه چیزی اتفاق عجیب غریب میفته. اینجا اومدی یعنی تو اول باید شروع کنی کلاس بیان بری، لهجت فراموش بشه، بتونی حرف بزنی، باید کتاب بخونی، باید ادبیات بدونی، باید شعر بدونی. این شکلی نیست. بعد تازه برید موسیقی بدونی، همه اینا. طبیعی است با چنین رویکردی در برنامه استعدادیابی، کودکان و هنرمندان نوجوان که سودای مشهور شدن دارند، از این پس تلاش کنند زبان مادری خود را از یاد برده و طبق استاندارد مورد نظر خانم بازیگر زندگی و فعالیت کنند. یه زنبیر پر گل دارم، گل باغ خودمه. فینال بزرگ فصل 3 عصر جدید. اما این روزها در برنامه استعدادیابی آوای جادویی، صحبت‌های رضا یزدانی، خواننده پرطرفدار موسیقی و عضو هیئت داوران این مسابقه که لهجه یکی از شرکت کنندگان گیلانی را مورد تمسخر قرار داده بود، بار دیگر انتقاد گسترده گیلک زبانان را به همراه داشت. امین جمادی از گیلان: یه ذره تو بم، یه ذره لهجه رو دیدی دکتر؟ اینجوری که یه ذره تو بم، یه ذره لهجه رو کلا من صحبت میکنم کسی فکر نمیکنه من میخونم. آره من صاف وایسا آفرین پسر، آفرین ماشاءالله. اصلا بلد نیست صاف وایسا. رضا حرفی که زدی اثرش فقط آقای یزدانی شما با ما رو تخریب میکنه. در پی این اظهارات بسیاری از کاربران فضای مجازی به ویژه هنرمندان گیلانی به رضا یزدانی شدیداً انتقاد کرده و از او خواستند تا از مردم گیلان عذرخواهی کند.
رخداد نشان دهنده آن است که در عرصه هنر اکثر سلبریتی هایی که جز چهره های پرطرفدار و پولساز به شمار می روند در خط و مشی خود سلیقه مرکز نشینی و فارس گرایی را به عنوان معیار اصلی ورود به دنیای حرفه‌ای لازم و ضروری می دانند و رد پای هویت‌های دیگر همچون داشتن ته لهجه را به رسمیت نمی شناسند، مگر اینکه وادار به عقب نشینی شده و در مواردی برای شعار و افه‌های فرهنگی از سایر زبانها سخن بگوید. مردم ایران زمین شیرونه با احساس، از لورا کرد و عرب تا فارس و کرمانج و لکی، ترکمن ترک و بلوچ و مازنی و گیلکی، ترکمن ترک و بلوچ و مازنی و گیلکی. تمسخر و تحقیر زبان اقوام مختلف ماجرایی تازه نیست و در سینما و تلویزیون همواره شخصیت گیلکان با شخصیتی ساده‌لوح و لهجه خنده‌دار به مخاطب نمایش داده شده. تأثیر این تولیدات باعث شده نه تنها هنرمندان جوان از زبان مادری خود فاصله بگیرند، بلکه به سایر مخاطبین قبولانده شود که برای شاخص بودن ابتدا باید لهجه غلیظ و کاملا فارسی داشت.